پرش زمانی به حال. راهیل رو روی تخت خوابوندم و هامون توی اتاقش مشغول درسه. با صدای چرخش کلید دیوونه وار ویلچر رو میرونم و از اتاق خارج میشم تا به محمد برسم. به سکوت و خاموشی خونه احترام گذاشته و به آرومی کفشاش رو توی جا کفشی میذاره. نور راپله توی صورتم میشینه و نگاه محمد بالاخره روی من و ویلچرم میشینه. در رو میبنده و پشت بندش صدای تق مانند خونه به طرز آزاردهنده‌ای روشن میشه و بعد صدای محمد. سلام. صداش گرم به نظر میرسه و خبری از ناراحتی نیست. جوابشو میدم، میگم سلام. نزدیک میشه و با استشمام عطر سیگاری که زیر بینی میجنبه ویلچر رو تا آشپزخونه میبرم و از چای سازی که روی اوپنه براش چایی میریزم و روی میز ناهارخوری 4 نفره کوچیکمون میذارم. قندونی که پر از توت خشکه رو هم کنارش میذارم و پلوپز رو روشن میکنم. اون خیله عظیم مدارک پزشکی رو توی اتاق گذاشته و با یه شلوار و تیشرت خونگی پا به آشپزخونه میذاره. با دیدن چایی روی میز صندلی رو بیرون میکشه و روش میشینه. ویلچر منو به سمت خودش میکشه. جفت دستامو میگیره و میبوسه و همونجا مماس لبهاش نگه میداره. میگه خوبی؟ بغضمو میخورم و سرمو تکون میدم. بلند میشه و از روی ویلچر بلندم میکنه. روی پاش مینشونه و باز میشینه. صورتمو روی شونش میذاره و تو گردنم میبره. نفسهای گرمش قلقلکم میده. میگه من نگفتم 1000 تا دکتر بگن نه، 1001میش میگه آره. من نگفتم باور داشته باش. من نگفتم خودم پا میشم برات. من نگفتم شده پاهای منو بکنن بذارن جای پای تو، میگم بکنن. من نگفتم تا من هنوز نمردم قصه نخور. صبر کنی درست میشه، به پیغمبر درست میشه. دستمو فشار میده، میگه خواستم اگه این یکی هم جواب کرد سر بذارم بمیرم از خجالت خودت و اون دستت که امروز از کار افتاده بود. ولی نمیدونم چی شده، انگار خدا یکی رو برای من فرستاده، منم برای اون. ماهورا به جون راهیل خدا داره نگاهمون میکنه، به ولای علی هی داره نشونه میده. سردر نمیارم چی میگه. گفت اون روز اتفاقی دیدم کیف یکی رو زدن، نشوندمش، ترک موتور رو رفتیم دنبالشون، گیرشون آوردیم، کیف هم پس گرفتیم. دکتر از آب در اومد. ماهی این همه تخصص، این همه آدم، این وسط فقط این باید درمون درد تو رو میدونست؟ اسمش معجزه است دیگه ماهی. چه رس میکنم درد داره صداش. گفت یه مدت سختی میکشی، یه مدت ماهی، ولی تو 100 برابر این سختی ها محکمی. همونقدر مطمئنم که به عشقم به تو مطمئنم. چرا سردم شده؟ میگه ماهی به جون راهیل من مطمئنم که این ویلچر لعنتی یه روزی نصیب سطل آشغال میشه. ماهی تو فقط این صحنه رو به ذهنت بیار که ویلچرت رو با پای خودت بردی گذاشتی دم سطل آشغال. این صحنه رو ثبت کن توی ذهنت تا اون ناامیدی لعنتی ولت کنه. ولی چرا من میلرزم؟ میگه ماهی این تلاش نکردنت یعنی منفی بی نهایت تا 0 فاصله داریم. ماهی این یکی و دیگه خودت میتونی درستش کنی. جان راهیل انقدر ناامید نباش. یه نمیتونم و یه نمیخوام گنده حک کردی وسط مغزت که ثابت کنی پاهاتو نمیخوای. آره. دستمو از دستش با خشونت و عصبی لرزون و با وحشت بیرون میکشم. میگم نه. دستمو رو رونش میذارم و خودمو به سمت پایین هل میدم و تو کسری از ثانیه میخوام خودم رو از رو پاهاش بندازم که سفت نگه هم میداره. میلرزم، میگم بذارم پایین. میترسم از ارتفاع. میترسم واقعا. فقط میترسم، نه وحشت دارم، نه اصلا میگرخم، نه بدتر مجنون میشم. آروم رو زمین منو میذاره. به فرش 6 متری کف آشپزخونه چنگ میزنم. میگم من دکتر نمیام. رونشو با التماس چنگ میزنم. خیسی چندشاور دستم اصلا مهم نیست. میگم نمیام. موهامو 2 دستی چنگ میزنم. یه روز این حجم زشت و زیاد رو میزنم از ته میزنمشون. گفتم نمیام. برو به اون معجزت بگو ماهورا خوب نمیشه. برو بگو زن من قرار رو همین صندلی سیاه کفن پوشه. لرزش تنش میلرزونتم. بیشتر میلرزم وقتی دستش بالا میره. با هین دست حائل صورتم میکنم. منتظرم کاری بکنه که صدای دادش میخکوبم میکنه. میگه روانیه خر، من از دست تو آخه چیکار کنم ها؟ چیکار کنم؟ نرش میلرزونتم. راهیلم خوابه. میگه ها چه غلطی کنم تو بیشعور؟ بگو چه غلطی کنم؟ هیچی نمیگم.
میگه بعد از 4 سال زندگی حق ندارم از زنم یه کوفتی بخوام؟ حق ندارم ماهورا؟ کاش اینجوری نگی ماهورا، کاش اینجوری نگی. میگه ماهورا من چی خواستم ازت؟ ماهورا من میخوام فقط اینجوری نباشی، همین. ناگهان بلند میشه و لگد محکمی به ویلچر میزنه. ویلچر روی سرامیک سر میخوره و محکم به سرویس لیوانایی میخوره که تو قفسه‌های پایینی آشپزخونه است. چند تایی جلو میافتن و میشکنند و نعره محمدم منو میکشه. میگه به امام حسین من حاضرم همیشه وضع باهات همین باشه، ولی وضع خودت. با انزجار به سر روم اشاره میکنه و میگه این نباشه، بفهم. بغضم با صدا میترکه. میگم چیه؟ زن خوشگل میخوای؟ ابروام و سیبیلام حالا تو به هم زده نه؟ همون اینجا چی کار میکرد؟ دستای سرد و لرزونم و بالا میارم و نشونش میدم. میگم ببین میلرزن، نمیتونم بردارم ابروامو. هامون میره. چقدر ترحم برانگیز شدم. با چونه لرزون تون به جای شونه دست میون موها میبرم تا به خیال خودم مرتب شن. میگم موهامو میگی؟ تو که هر روز شونه میکردی برام. به خدا امروز صبح که دستم تکون نمیخورد اینجوری زدی بیرون، شونه گرفتم دستم موهامو شونه کنم اما با التماس زجه میزنم و میگم ولی دستام خواب میرن محمد، به خدا دستام خواب میرن. چرا دور چشماش سرخه؟ با هرس تکونم میده و تو صورتم عربده میکشه. میگه احمق دیوانه، کدوم سگ صفتی به تو گفته قیافت چیزیه ها؟ کی گفته؟ کدوم خری به تو گفته موهات زشته؟ من گفتم؟ من گوه خوردم که گفتم. حال تو میگم خنگ، حال تو میگم دیوانه، صدا تو میگم که در نمیاد، چشماتو میگم که دم به دقیقه خیسه، همین دستاتو میگم که میلرزن. بفهم اینو، بفهم. یه لحظه نعرش خاموش میشه و باز به من زل میزنه. متأثر خم میشه و بیقرار صورت خیسش رو سرم میذاره و آروم میگه تو مگه چند سالته که من تو موهات موی سفید میبینم عمر محمد؟ پس منم دارم تموم میشم دیگه، منم دارم پیر میشم. صورتمو بوسه بارون میکنه و چقدر دوستش دارم، چقدر. گفت کی به تو گفته ابروات چیزیشه؟ من مگه گفتم موهات چیه؟ غیر اینه که تابوشون نکنم نفسم سر جاش نمیاد. ده آخه لعنت به من کثافت، من فقط خواستم ازت بخوای و بشه. چیزی نمیگم که میگه میدونم از چی میترسی، به خدا میدونم. مگه میشه من جیگرگوشمو نشناسم؟ مگه میشه من ماهی کوچولومو نشناسم؟ ماهی تو رو جون راهی، تو رو جون هامون و اهورا، مرگ محمد به هم اعتماد کن. من میدونم از ناامید شدن امیدت میترسی، من میفهمم که ترسید اینه که امیدوار بشی و پاهات خوب نشه، ولی من به قرآن و محمدش قسم میخورم که تو یه روز بدون ویلچر راه میری. فقط به هم اعتماد کن. نمیتونم حرف بزنم، فقط دستمو آروم میرسونم میونه دستای بزرگش. به خدا حس میکنم رنگ رفته پوستش برمیگرده و گرمای تنشم. اون وقتی که لبهاش روی شقیقم فرود میاد و نرم، عمیق و طولانی همونجا مسکنشون میده. این مرد اگه تموم من نبود پس چی بود؟ سر میبره میون موهامو و همونجا متوقف میشه. میفهمم که آرامش میخواد. میذارم تا هر وقت دلش میخواد تکیه بده و بعد از چند دقیقه با آهی خفیف بلندم میکنه و به اتاق میبرتم. روی تخت درازم میده. لحظه آخر دستش رو با التماس میگیرم. میگم چایت یخ کرد. چیزی نمیگه و فقط منو میبوسه. میگم دست به خورده شیشه ها نزنی یا محمد. میگه باید جمعشون کنم. بچه میره اونجا، هامون میره اونجا. دستشو با التماس فشار میدم. میگم دمپایی بپوش. از تو کشوی من رو سریمو بردار. تیکه بزرگا رو با اون بردار. خورده ها رو با جارو جمع کنی یا دست نزنی یا. میگه چشم عزیزم. پرش زمانی به گذشته. قول ماکارونی به هامون داده بودم و حالا اونقدر حالم خراب بود که با بوی غذام حالم بد میشد. هیچی نخورده بودم ولی انگار تا فرق سرم از غذا پر بودم. حالم از خودم و همه و بارداری به هم میخورد و به مامان هم حق میدادم گاهی حالش ازمون به هم بخوره. عصبی زیر گازو خاموش کردم و دکمه لمسی هود رو لمس کردم و خودم به تراس رفتم. نفسم بالا نمی اومد. به محمد زنگ زدم. بعد از چند تا بوق جواب داد. گفت جان دلم سلام. بی حال جواب دادم سلام. گفت خوبی مامان کوچولو؟ نشستم کف تراس تا کمی خنک بشم.
کلافه و بیجون گفتم نه، زنگ میزنی به این رستوران کوفتی سر خیابون یا یه چیزی میدونم هر قبل دیگه ای اصلا برای هامون و اهورا غذا ببره؟ گفت باشه چشم. این که عصبانیت نداره، چی شده مگه؟ ناگهانی زدم زیر گریه، گفتم نمیتونم غذا درست کنم، هی بالا میارم. بیا خونه اصلا، بیا خونه، خیلی سرم حاملم، حالم از خونه داره به هم میخوره، خسته شدم دیگه. نگران و ناراحت گفت قربون اون چشمات بشم من، گریه نداره که زودتر میگفتی به من یا زنگ میزدم برات غذا بیارن یا خودت میزدی. گفتم نمیخوام غذا، تو بیا خونه. گفت چشم، اگه مرخصی دادن بهم چشم. حق میزنم میگم اگه نداره باید بیای. گفت میام خانم جان میام. دلم آروم گرفت، آروم و مهربون گفت لباستو یواش یواش بپوش بریم بیرون یا بریم پیش هامون و اهورا ها. اشکمو پاک میکنم میگم غذا ببریم براشون، بعد خودمون بریم بیرون، بعد دوباره غروب برگردیم پیششون. خوبه؟ خندید گفت قربون دل مهربونت باشه. گفتم انقدر حرف نزن، برو مرخصی بگیر، گوشی هم قطع نکن، حرفاتونو با مدیرت بشنوم. خندید گفت فضولچه. گفتم همینه که هست، بدو. گفت باشه، ولی ولوم گوشیمو میارم پایین که اگه یه وقت جیغ زدی پشت گوشی شرفم نره کف پام. و چند ثانیه چیزی نشنیدم، صدای محمد اومد گفت میتونم برم تو؟ با صدای دخترانه اخم کردم که گفت وایستا هماهنگ کنم. سلام آقای علوی، کارتون دارن. چشم. برو داخل محمد. دلخور قطع کردم، دست خودم نبود ولی اون روزا فرق داشتم انگار. زود رنج، عصبی، حساس و ضعیف بودم، حس ضعف جسمی و روحی. 5 دقیقه بعد محمد زنگ زد. تماس رو برقرار کردم که صدای نفسش اومد. گفت چرا قطع کردی بچه؟ حق زدم گفتم اون دختره غلط میکنه به تو میگه محمد. گفت اون دختره کیه؟ گفتم من هیچی نگفت. گفتم منشی تو میگم دیگه اسکل. گفت خب. گفتم نباید به تو بگه محمد، فقط من باید بگم. گفت باشه عشقم، خب تو بگو دیگه. میگم محمد صدام نکنه چون خانومم اعصاب نداره. گفتم اسمش چیه؟ گفت اسم کی؟ گفتم اسم همون دختره. خب چه میدونم. گفتم الکی نگو، تو هم به اسم صداش میزنی دیگه نه؟ خندید گفت ماهی خوبی؟ کسی چیزی گفته؟ گفتم کجایی؟ گفت نیم ساعت دیگه میرسم، زنگ زدم بیای پایین. گفتم حالا همیشه یه راه بودا، چون من گفتم زود بیای شده نیم ساعت. بیا بالا، من اعصاب تحمل کردن اون لباس مسخره سر کارتو ندارم. بی خداحافظی قطع کردم و بی خیال همونجا نشستم و فکر کردم به همه چیز، به موجود زنده درونم. دعا کردم کاش پسر شه. اگه دختر میشد و زنی یکی مثل محمد میشد، بیشک مثل من بدبختش میکرد. باید پسر میشد، نه اون وقت یکی مثل من از راه میرسید و آزارش میداد. نور آفتاب میزد بر فرق سرم و بیحالم میکرد. بیجون روی گونی برنج میون تراس سر گذاشتم و بازم فکر کردم به هامون، به اهورا، به بابا و مامان، به افشین. 40 دقیقه بعد با صدای در تراس و صدا زدن محمد چرتم پاره شد. ماهی؟ با دیدنم رنگ از رخش پرید. گفت یا امام رضا. نمیدونم چی دید، بیحالی و چشمای پف کردم از گریه. وقتی دوید میون خونه و با جعبه دستمال برگشت شک کردم به خودم. سراسیمه بلند شدم و به خودم نگاه کردم و با دیدن یقه لباسم که خونی بود اندک رمق تنم از بین رفت. محمد سراسیمه تر از من دستمال رو بینیم گذاشت و به داخل خونه هدایتم کرد. دستمال رو برداشت. گفت خونش بند اومده. که اینجوری شدی مگه؟ دستش رو پشت گردنم گذاشته بود. با دیدن صورتم تو آینه وحشت کردم. بینی و چونه و پایین گونه هام و گردنم خونی بود. با ترس اشک ریختم. گفتم تقصیر توئه. دیوونه وار شیر اهرمی رو به بالا هل دادم و صورتم رو زیرش بردم و مدام دست روی صورتم کشیدم تا اون خونه لعنتی پاک شن. کمرمو نوازش میکرد. صورتمو که شستم سرمو بالا آوردم. مهربون به آغوشم کشید و سرمو بوسید و گفت فدات بشم من، هیچی نیست، نه ترس، به خاطر آفتاب بود. صورتمو خوش کرد و به اتاق برم گردوند و روی تخت منو نشون دادم. پایین پام زانو زد و گفت دوست داری بریم بیرون؟ با بغض سرمو تکون دادم. گفتم بریم یه جای خنک. دستمو نرم بوسید و خیره به چشمام گفت برای همین رفتی تو تراس؟ گفتم دارم میمیرم از گرما، 100 دفعه از صبح بالا آوردم. با غصه این بار کنارم نشست. گفت نمیدونی تو چند وقت اینجوری میمونی؟ سر به آغوشش سپردم و گفتم مامان جوابمو نمیده، ازش بپرسم. سرشو خوروند و گفت باید بریم دکتر نه؟ چرا بغض رهام نمیکرد؟ گفتم نمیدونم. صورتمو قاب گرفت. گفت دردت تو جونم، بغض نکن دیگه.
شب میریم خونه بابا مینا. از الان در جریان باشن دیگه. تو هم از این نمیدونم کاری در بیای ها؟ بهتر نیست؟ تا همینم مونده مامان و آبجی خانومات بگم مگه ننه خودت یادت نداده؟ میفهمن مامانم نیست، میفهمن طلاق گرفته. سرمو به سینه‌اش چسبون. گفت از گلی خانوم بپرسم. گفتم میذاره کف دست مامانت. گفت خب بیا بریم دکتر. آره دیگه اصلا باید تحت نظر باشی. گفتم خب فردا بریم، الان فقط بریم بیرون غذا ببریم واسه هامونینا، گشنه‌ست بچه. لباسمو پوشیدم، میونه راه 4 پرس جوجه کباب خریدیم و رفتیم اونجا. این بار محمدم همراه هم بالا اومد. اهورا در رو باز کرده بود و با هامون جلوی در انتظارمون رو میکشیدن. دلم آتیش گرفت، چقدر تنها بودن. هامون با دیدن محمد به خوشحالی داد زد و گفت آخ جون داداش محمدم هست. محمد خندید و سرش رو بوسید. گفت سلام عزیزم چطوری؟ و با اهورا مردونه دست داد و وارد خونه شدیم. لباسام رو در آوردم و پلاستیک آبی غذاها رو به آشپزخونه بردم. اهورا و محمد در حال حرف زدن بودن که هامون از داخل پذیرایی داد زد و گفت آبجی سس هم بیارا. دستم خوش شد، لب جویدم، فکر میکرد ماکارونی آوردم. آخه نتونستم درست کنم براش، به خدا نتونستم. سفره و پلاستیک رو به همراه سینی لیوانا به پذیرایی بردم. محمد سینی رو از دستم گرفت و سفره رو پهن کرد. روی 2 زانو نشستم و تک تک غذاها رو سفره گذاشتم. هامون و اهورا و محمد غرق توی صحبت نشستن که هامون یه دفعه با باز کردن غذاش گفت آبجی مگه قرار نبود ماکارونی درست کنی؟ بغض حمله کرد به گلوم و آروم گفتم ببخش عشقم، دیر یادم اومد. قاشق فلزی رو با دلخوری و پرخاش پرت کرد رو سفره و گفت هر روز یه چیزی میگی، یه کلام بگو بلد نیستم دیگه. چیزی نگفتم. گفت من جوجه نمیخوام. بلند شد. اهورا گفت بشین سر جات. بی توجه در حال ترک سفره بود که اهورا فریاد کشیده گفت بگیر بته مرگ بهت میگم. تو گوه میخوری قاشق پرت میکنی سمت ماهورا. گفت درست صحبت کن با من ماهورا نیستم که جوابتو ندم ها. اهورا بلند شد. ترسیده بلند شدم و تا خواستم کلامی بگم عربده اهورا بند دلمو پاره کرد. گفت خفه شو بی شعور. زد به سر هامون و گفت خاک تو سر بی لیاقتت که این بیچاره هر روز میاد غذا میریزه تو شکم تو. هامون با فریاد دست اهورا رو پس زد و گفت حقته. میخواستید نذارید بابا اینا طلاق بگیرن. میخواستید اون موقع که من التماستون میکردم یه کاری کنید یه گوهی میخوردید. آنچنان ضربه نشست رو صورتش که حس کردم دندوناش خورد شد. با جیغ خودمو میونشون انداختم. محمد میونجیگری کرد و بلند شد گفت اهورا جان نکن این کارو. بشین شما چیزی نشده که عزیزم. هامون جان ناراحتی نداره عزیزم، الان میبرمت رستوران، هر چی خواستی سفارش بده. هامون انگار نشنید محمد چی گفت و با بغض و نفرت از اهورا دست روی گونه‌اش گذاشته بود. اهورا در حالی که از خشم نفس میزد دست بالا آورد و هامون عقب میرفت و من سپرش شده بودم. آشغال کثافت، 1000 دفعه نگفتم اسم اون دوتا رو نیار؟ نگفتم دفعه دیگه اسمشونو بیاری چیکارت میکنم؟ محمد گفت اهورا با عربده برید حرف محمد و گفت هامون به خدا میکشمت اگه اینجوری رو مخم باشی. من و تو یه عمر قراره بپوسیم توی این خونه. از همین الان موی دماغ من نباش. و همزمان صورتمو کنار زد و تو صورت هامون عربده کشید و گفت نباش، موی دماغ من نباش. فکر کردی من میمونم ور دل تو؟ مغز خر خوردم مگه؟ حالم داشت از آبروی در حال مرگم به هم میخورد. بی طاقت زجه زدم خفه شید. محمد دستمو کشید. مقاومت کردم و وسط عربده هاشون جیغ زدم و گفتم بی غیرتا، بی وجدانا، یه بار شد صدای عربده از این خونه همسایه ها رو جمع نکنه، چرا خفه نمیشین؟ یقه هامونو گرفتم و هلش دادم به سمت اتاق. گفتم برو گورتو گم کن گشنه. روانی مریض بودم نشد درست کنم کوفت کنی. گشنه گدا. در حالی که تعادلش رو از دست داده بود برگشت و هلم داد و گفت خودتی گدا گشنه، تویی که به خاطر پول خودتو غالب کردی به داداش محمد. افتاده بودم زمین. اهورا باز تاخت و هامون ترسید این بار. خواست فرار کنه. اهورا رسیده بود و سیلی مینشون به صورتش. و احمق بی غیرت، بی رگ کثافت، چی میگی یه الف بچه ها؟ چی میگی؟ هامون علنا رو تن من بود و با ضربه بعد اهورا وقتی بی اراده خودش رو پرت کرد رو سینم، با فریاد محمد همه جا رو سکوت گرفت. حتی عربده اهورا هم خاموش موند. نکن بدبخت، نکن، حامله است. از زیر تن لمس شده هامون توسط محمد بیرون کشیده شدم و منو میکشید بیرون. کفشاش رو پوشید، کفشامو پوشید و رفتیم. محمد با تموم سرعت میرون. دیگه مهم نبود.
ترس نداشتم. هامون عربده زده بود که من به خاطر پول با محمد ازدواج کردم. نه تنها محمد بلکه تمام دنیا فهمیدن. همه فهمیدن. داغی درونم سرسام آور بود. زمزمه کردم نگه دار. برگشت سمتم گفت چته؟ موهامو چنگ زدم، مثل روونیو کشیدم، دندون فشردم رو هم و با حرص و خشم داد زدم نگه دار میخوام بالا بیارم. در رو اندکی باز کردم که گفتم نگه دار محمد، دارم میمیرم. وحشت زده ماشین رو متوقف کرد. در رو تا آخر باز کردم و پاهامو بیرون از ماشین گذاشتم. در همون حالت نشسته خم شدم و عق زدم. بالا آوردم و جیغ زدم، گفتم همتون بمیرید، الهی همتون بمیرید. از ماشین پیاده شدم. زمان و مکان رو نمیشناختم، فقط میدونستم آفتاب داره سرمو سوراخ میکنه. میدویدم خیابون بود، نمیدونم اتوبان بود، کجا بود نمیدونم، ولی خوب میدونم که شالم رو کندم. گرمم بود. شالم رو کندم و یکی از لحظه اول مدام صدام میکرد با داد، با فریاد. نمیدونم چقدر دویدم که افتادم و سرمو گرفتم. موهام پخش شده بود دور گردنم. موهامو کشیدم و جیغ زدم گرمه. صدای عبور تند ماشینا حالم رو به هم میزد. دست روی گوشم گذاشتم و جیغ زدم خفه شین. صدای نفس می اومد. دست کسی نشست پشت گردنم و تا سینه‌اش هدایت شدم. یقش رو با چشمای بسته گرفتم و زجه زدم بگو ولم کنن محمد، بگو برن محمد حرفای آمونو باور کردی؟ صدای چی رو میشنیدم؟ صدای تو هم با بغض محمدو. میگفت نه عشقم، نه عمر محمد، نه به امام حسین. گفتم گرممه دارم آتیش میگیرم. یه چیز رو سرم نشست، شالم بود. بازومو گرفت و بلندم کرد تا دم ماشین منو رسوند و در عقبو باز کرد. منو اونجا دراز داد و خودش پشت فرمون نشست. گفت دیگه نمیذارم پا بذاری تو، اون خراب شده. خنکای باد کولر رو صورتم حس کردم. پشت بندش چشمم رو بستم. پرش زمانی به حال. لپتاپ روی سینه محمده و خوابش برده. با تکون خوردن هم سرش رو تو موهام جابجا میکنه و خوابالود میگه خیلی وول میخوری بچه، خوابیم مثلا. گفتم بابا ساعت 12. از جاش میپره و میگه چرا خوابیدم. قصه‌مو پنهون میکنم، میگم از بس کم بوده خواب داری. حولش رو برمیداره و کوزن کوچیک رو با ضربه آرومی به سمتم پرت میکنه. میگه نه خیر، بغل شما حال داد. در حمومی که باز میکنه میگم کجا میخوای بریم مگه حالا؟ بوگندو تو ما شب تا صبح باید تحمل کنیم، بعد صبح پا میشین تشریف میبرین حموم استحمام کنین جناب ناپل اون. میخنده میگه خیلی پورویی بچه، کجا بو میدم من بدبخت آخه. با دهنکجی ادا شده هر میارم. رو برمیگردونم که با دیدن شلوار راهیل خشکم میزنه. شلوار صورتیش خیسه. وحشت زده اما آروم محمدو صدا میزنم. با لبخندی که دیگه ماسیده نگام میکنه. به شلوار راهیل که خوابه یا خودشو به خواب زده اشاره میکنم. نزدیک میشه، ترسون و زمزمه وار میگم ترسیده، دیروز ظرف شکست، داد و بیداد کردیم، ترسیده. انگشت اشارهش رو بینیش میذاره و با چشماش به وجودم آرامش میبخشه و اشاره میکنه حرفی نزنم. راهیل رو بغل میگیره و همزمان صداش میزنه راهیلم بابایی. حدسم درسته، خودشو به خواب زده. هومه مثلا خوابالودی میکنه و چشماش رو باز میکنه. چشماش وحشت زدن و محمد همون چشمای زیبای وحشت زدن رو میبوسه و میگه سلام گل قشنگ بابا، صبحت بخیر. میگه سلام. وارد همون میشه و دیگه چیزی نمیشنوم. 10 دقیقه بعد راهیل به بغل در حالی که حوله پیچش کرده از همون بیرون میاد و همزمان باهاش حرف میزنه و میگه راهیل کوچولومو بردم همون تمیز بشه که غروب ببرمش پیتزا بخوره. خبری از وحشت راهیل نیست. میگه با ایمونات دیگه. منظورش همون لیموناده. میخنده و با بوسه محکم رو گونه خیسه از آب راهیل میگه ایموناتم میگیرم برا راهیلم. میگم بده من خشکش کنم، تو لباساشو از کشو بده. راهیل رو روبرون رو تخت میذاره و با حوله صورتی طرح کیتی تن کوچیک و سفید توپلش رو خوش میکنم و دعا میکنم خیسی شلوار و رخت خوابش فقط به خاطر یه تنبلی یا عدم کنترل بچگانه باشه. و صدایی توی سرم بیرحمانه میکوبه. مگه وقتی کوچیک‌تر بود این کارو کرد تنبلیش اومده بود؟ لباسای کوچیک راهیل که کنارش قرار میگیرن از فکر خارج میشم و لباساشو تنش میکنم. محمد بغل میگیرتش رو زمین میذارتش، میگه برو روشن کن تلویزیونو، داره برنامه کودک نشون میده ها. راهیل با قدم‌های کوچیکش میدوه و از اتاق خارج میشه.
محمد توچک نازکی که برای احتمالی روی تخت راحیل میذاریم رو برمیداره و به حموم میبره. صدا میلرزه. میگم بذار همونجا، خودم میشورمش. میدونم که گوش نمیده و چند دقیقه بعد با لباسای قبلی راحیل و همون توچک نازک که از ملحفش جدا کرده بود خارج میشه و روی آویز فلزی تراس میذاره تا خوشم. بعد برس رو برمیداره. پشتم میشینه و مشغول برس کشیدن روی موهام میشه. طبق عادت گردنم هم میبوسه. میگم دیگه داد نزنیم جلو بچه، حتی جلو هامون. گناه دارن. راحیل میترسه، هامون قصه میخوره. گفت دیگه حرف مسخره نمیزنیم جلو بچه ها. نمیشه و نمیتونم هم نداریم. امروز هم که اولین نوبت ویزیت تو داریم. تو دلم میگم میدونم لعنتی یادآوری نکن. میگم میذاریم رو ویلچر. با بوسه رو شقیقم روی ویلچر میذارتم. برای رهایی از گرما موهامو بالای سرم جمع میکنم و با کلیپسی همونجا اسیرشون میکنم. طبق معمول هر روز محمد منو دستشویی میبره. صبحونه میده به 3 یتیمش، راحیل، هامون و ماهورا. با کمک هم نهار درست میکنیم و بعد از خوردن نهار محمد ظرفا رو میشوره. حالا محمد مشغول حرف زدن با هامونه و راحیل که مطمئنم شب رو خوب نخوابیده تو آغوش محمد خوابش برده. ویلچر رو به اتاق میرونم و با نگاهی دقیق به آینه حالم از خودم هم به هم میخوره. تا جایی که بتونم صورتمو مرتب میکنم و محمد رو صدا میزنم. به اتاق میاد. راحیل غرق خواب رو توی تخت خوابش میذاره و آروم میگه جانم. نزدیکم میشه. میگم گن نزدم به ابروهام، متقارن هستن؟ میخنده. با دقت توی ابروهام و صورتم میگه آره خوبه که. بعد فاصله بین 2 ابروم رو آروم و عمیق میبوسه. از مهرش سوء استفاده میکنم. میگم میخوام برم حموم. میگه چشم و فوراً میخواد بغلم کنه که با دست مانعش میشم. میگم تنها. باز حرکت دستاش رو شروع میکنه. میگه تنها منها نداریم ها. کمی عصبی دست میذارم رو دستش که میخواد بره زیر زانو. میگم میخوام تنها برم حموم. مگه نمیگی ایمون داشته باش که با سنتو برمیداری از این تابوت؟ خب بذار خبر مرگم از یه جایی شروع کنم. خب میگه اصلا حموم بری واسه چی؟ میخوایم بریم بیرون، سرما میخوره. ویلچر رو به سمت حموم میرونن و نمیذارم حرف بزنم. میگم تو رو خدا اذیتم نکن محمد. بذار یکم همون ماهورای کله شق باشم. چقدر چشمای نگران و عاشقش پرستیدنی و بیقرار کنندن. گفتم حواسم هست، به خدا حواسم هست. مردد زانو میزنه روبرو. میگه دردت تو سرم عزیز من. حرفای دیروز من معنیش این نبودن. دست میذارم رو دستایی که تموم دنیا من و حالا رو پاهام قرار گرفتن. میگم میدونم، به جون راحیل میدونم، ولی اینجوری حالم بهتره. با لبخندی تلخ و با بغض لبهاش رو میبوسم. اجازه حرکت بهم نمیده و با دست گذاشتن پشت سرم اسیرم میکنه. چند لحظه میگذره و عقب میکشم و از داخل کشو چند تکه لباس برمیدارم و رو تخت میندازم. محمد بغلم میگیره و وارد حموم میشیم. گیج سرشو میخارونه. باز به اتاق برمیگرده و این بار منو با ویلچر داخل حموم میبره. شامپو و بقیه وسایل مورد نیاز رو در پایین ترین طبقه قفسه‌های حموم میذاره. لباسام رو در میاره و میگه من پشت درم ماهی. جون هر کی دوست داری زود تمومش کن. برای آرامش خیالش میخندم و مردد بیرون میره. دلم برای نگرانی‌هاش میسوزه و کارم رو 10 دقیقه‌ای تمام میکنم و ویلچر رو به سمت در میرونم و صداش میزنم. به والله که به ثانیه نکشیده دستگیره در رو پایین میکشه و میگه جان بیام. در حالی که از سرما میلرزیدم میگم آره بیا. در رو باز میکنه و با حوله وارد میشه. حوله رو دورم میپیچه و بغلم میکنه و رو تخت میذارتم. لباسای بیرونمو که خودش انتخاب کرده تنم میکنه و موهام رو با حوصله سشوار میکشه. نمیدونم چطور جواب محبتای بی‌منتش رو بدم. راحیل رو حاضر میکنم و همراه هامون از خونه بیرون میزنیم. نیم ساعت بعد وقتی محمد ماشین رو متوقف میکنه نگام رو توی حاشیه خیابون میچرخونم و با دیدن برجی که سر درش ساختمون پزشکانه فقط کمی دلم از حسن انتخاب محمد قرص میشه. محمد رو به هامون و راحیل میگه بچه‌ها ما کارمون نهایتا نیم ساعت طول میکشه. میخواید تو ماشین بشینید یا دوست دارید برید تو اون پاساژه؟ هامون جواب میده و میگه میمونیم تو ماشین داداش. محمد سر تکون میده و پیاده میشه. ویلچر رو از صندوق عقب بیرون میاره. در سمت منو باز میکنه و روی ویلچر منو مین شدتم. حس میکنم تموم کائنات خیره نگاه میکنند و با دست نشونم میدن. زیر حجم نگاههای عذاب‌آوری که نمیدونم ترحم به منه یا محمد وارد برج میشیم و باز سیل نگاههای جدید. منتظر آسانسور میشیم و نگاه رومون مکس میکنن. آسانسور معطلمون میکنه و بالاخره سر میرسه.
در کشویی آسانسور باز میشه و باز نگاه ها جدید میشن. سرم پایینه. از همون وقت که محمد با ویلچر در سمت منو باز کرد سرم پایینه. ولی به خدا سنگینیه، حتی تعداد و معناهاشونم رو خوب میفهمم. وارد آسانسور میشیم و حالم به هم میخوره وقتی کمی بیشتر از بقیه ظرفیت آسانسور رو پر کردیم. محمد دکمه رو فشار میده و سکوت عذاب آوریه. هیچ نمیدونستم دیدن آدما و تحملشون اینقدر آزارم میده. از خدا شدیدم میخواستم یا سریعتر خوبم کنه یا اگه نمیخواد خوب شم اسیر دکتر اومدن و رفتنم نکنه. نمیتونم. اگه ناتوانی منو نکشه این نگاه ها منو میکشه. اگه ناتوانی منو نکشه عرق شرمی که رو صورتم وول میخوره منو میکشه. نمیدونم کی محمد دسته ویلچر رو هل میده و از فضای خفقان‌آور آسانسور خارج میشیم. روبروم 2 تا در قرار داره. محمد ویلچر رو به راست هدایت میکنه و با خوندن نوشته سیاه حک شده روی برد طلایی بار دیگه عرق میریزم. دکتر کیارش حاتمی، جراح مغز و اعصاب، و پایینش نوشته شده فیزیوتراپیست. زنگ کنار در رو فشار میده و متعجب میشم وقتی مردی با روپوش سفید در رو باز میکنه. نگام رو اول به چشمای مشتاق و بعد روی لبخند سخاوتمندانش میدوزم و محمد جای هر دومون جواب سلامشو میده. دست همو گرم فشار میدن و نمیشنوم چی میگن چون نگام رو موهاش سر میدم و ساعتی میلیونی که روی دستش جا خوش کرده. موهاش تار سفید زیاد داره. بوی خوش مطبش هم نمیتونه منو دلخوش این کنه که قرار دفعات زیادی پام به اینجا باز شه. نگام رو به جای خالی منشی و صندلی خالیش میدوزم و به این فکر میکنم که منشی نداره. صندلیای اطراف خالی هن. مریض نداره. صدای رساش بالاخره منو به دنیاش باز میگردونه و میگه سلام خانم، شما حالتون چطوره؟ چقدر صورتامون با هم فرق داره. به جای لبخند و چشمای مشتاق اون من یه عالم بی‌حسی تو صورتمه. لبهای بی لبخندم و چشمهای بی روحم و تنها به یک ممنون کوتاه بی تفاوت و سرد اکتفا میکنم. در جواب این همه بی تفاوتی میخنده و به در دیگه هدایتمون میکنه. به این فکر میکنم که از صدایی که کفشای گرون قیمت و شیکش روی پارکت ها ایجاد میکنه چقدر متنفرم. وارد اتاقش میشیم. حاضرم قسم بخورم مطبش از جمع خونه ما خودمون هستم و خونه پدریم بزرگتره. عطر آشنایی محمد هنوز از پشت گوشم و عطر غریب اون درست از روبروم حس میشه. میگه خیلی آن تایمی محمد، خوشم میاد. محمد؟ به همین زودی؟ محمد من مثل همیشه متین و موقر میخنده. مرد چند سوال آزاردهنده از من میپرسه، مثلا چرا تمرگیده‌ای رو ویلچر، چه مدت عرضه تنها دستشویی رفتن نداری، چه داروهایی کوفت میکنی، معالجه جدی پای لعنتی در چه حدی بوده. جوابشون رو تک کلمه‌ای میدم و بی‌حوصله به کارهای کلیشه‌ایش خیره میشم. مشاهده با دقت عکسای سیاه و یک تست مسخره از من که وقتی ناتوانی علنی پاهم رو میبینه عقب میکشه. انتظار دارم اون لبهای لعنتیش رو کج کنه و با یک متاسفم فاتحه من و محمد رو بخونه. اما با آرامش دستاش رو روی میز کنار مدارک من میذاره و میگه من دکترم. کارم امید دادن نیست. کارم دقیقاً امید رو برگردوندنه. خانم ماهورای عزیز، معالجه پای شما به جرأت از سخت‌ترین تجربه‌های من خواهد بود. ولی من روزی که این خاک رو ترک کردم قسم خوردم که هیچ کدوم از هموطنان رو ناامید نکنم و اتفاقاً به شما دین ویژه‌ای هم دارم. نمیدونم کدوم بیشتر دخیله، دینم یا قسمم یا حتی آبرو و اعتبار و سواد و تجربه چندین سالم، اما من به شما به عنوان کیارش حاتمی قول میدم روزی برسه که حتی املای ویلچر رو هم فراموش کنید. بهبودی کامل رو قول نمیدم ولی من تمام تلاشم رو میکنم و شده حتی کاری کنم که شما با عصا راه برید این کار رو میکنم و توی این راه یه سری پزشک مجرب هم در کنار من، اما سرگروه اون تیم شمایید خانم. من نمیدونم شما چقدر پشن دارید برای بلند شدن. دوست دارم وقتی از در خارج شدیم با تمام وجود به اون کلمه پشنی که گفت بخندم. با حرف دیگش ماهورای بازیگوش درونم جون میگیره که اون میگه اما مطمئنم داشتن مردی مثل محمد توی زندگیتون برای یه عمر صاف راه رفتن بس باشه. و باز لبخند میزنه میگه اینجور نیست؟ هست. گفت پروسه درمانی شما قطعاً کوتاه نخواهد بود و یقیناً یه روند کاملاً تدریجی و پیوسته داره، پس لطفاً بی‌طاقت نباشید. اون داروهای قبل رو دیگه استفاده نکنید. من یه سری داروهای جدید می‌نویسم و همینجور یه سری تمرینات هستن که باید انجام بدید.
رو به محمد ادامه میده و میگه جلسه اولش رو همین امروز انجام میدیم و بقیه تمرینات رو میدونید توی روزای خاصی که میگم توی خونه انجام بدید. بعد از این تمرینات یه عمل جراحی در پیشه. این تمرینات قبل از عمل روی بهبودی پاها تاثیر نداره، فقط برای پیشگیری از ناتوانی بقیه اعضاست. اما اگه عمل نتیجه مثبت داشته باشه، تمرینات بعد از عمل هم برای پیشگیری و هم برای درمان پاها. هیجان محمد رو نمیفهمم که چرا برخلاف اصرارهای مرد نمیشینه. مثل یه مرده با چشمای باز به بقیه حرفاش گوش میدم. برام مهم نیست که منو به اتاق دیگه‌ای میبره و مرد دست و پام رو مثل کاغذ مدام تا میکنه. برام مهم نیست که محمد کمکش میکنه و چطور با دقت حرفا و حرکاتش رو دنبال میکنه. چیزی که برام مهمه اینه که گفت میشه. گفت روزی میرسه که رنگ ویلچر رو نبینی و همین برام کافیه. نمیدونم چند دقیقه میگذره و دسته ویلچر به سمت در خروجی کشیده میشه. نمیفهمم چرا دستای محمد بعد از اینکه تعدادی اسکناس رو از کیف پولش برمیگردونه توسط کیارش حاتمی پس زده میشه. نمیفهمم با لبخند به سمتمون چی میگه، ولی میبینم دستاش رو که روی شونه محمد میشینه. مکالمهشون توی گوشم گنگه و به این فکر میکنم که این گیجی اثر خوشحالیه. لبهای مرد به سمتم چیزی مثل خداحافظ میگه و بالاخره از مطبش خارج میشیم. مثل دفعه قبل انتظار آسانسور رو میکشیم. کیارش تکیه داده به در و با لبخند بدرقمون میکنه. وقتی در کشویی آسانسور باز میشه، زنی با لباسای رسمی از اون خارج میشه و خوشحال میشم که حالا تنها سرنشینای آسانسور من و محمدی. در کشویی که بسته میشه، بوسه محمد رو سرم میشینه. بالاخره گیجیم برطرف میشه. گفت دیدی گفتم میشه. با ذوق تونتون دستامو میبوسه و تکرار میکنه دیدی گفتم میشه. غم و بی‌تفاوتی رو از ذهنم فاصله میدم و میخندم، میگم پشن منی تو. سرمست قهقهه میزنه، میگه اون روز جلو منشیه بهم میگه ویلچر فلانو بخر. منشیه یه جوری زد زیر خنده که بیچاره این دفعه دیگه نگفت ویلچر. گفتم فکر کنم اخراجش کرد، اصلا بدبخت. و دیدی منشی نداشت. مینیمو میکشه و میگه نه خنگولم، به ما زودتر از تایم کارش وقت داده. اون دفعه چون همین موقع رسیدم منشیشم بود. زودتر از تایم کارش به ما وقت میده. یعنی کیفی که محمد بهش برگردونده انقدر مهمه؟ با صدای محمد آسانسور میسته. میگه انقدر خوشحالم که دلم میخواد کل ملت و شیرینی بدم. دلم نمیاد بگم هنوز که چیزی نشده. هنوزم اگه با اره برقی رو پاهم بازی کنی چیزی حس نمیکنم. تنها به لبخندی اکتفا میکنم و با باز شدن در آسانسور باز سرم تو یقم فرو میره. کاش تموم شه نگاه ها. کورشین اون چشما. زمزمه گرم و آرومش کنار گوشم چشم‌ها رو در نظرم کور میکنه. میگه بریم کارچو گوشت بزنیم با ایمونا دلبر. شاید پیتزای مورد علاقه ماهورای بی‌حس و حال رو کمی با به دل محمد خوشبخت و خوشحال کنه. پرش زمانی به گذشته. مهمونی که قرار بود به جای عروسی با بچهای گروه بگیرم رو با ماها تعویق میخواستم به بهونه بارداریم و مشخص شدن جنسیت بچه بگیرم. بچه‌ها در جریان ازدواج و حتی بارداریم بودن و قرار بود 2 روز دیگه مهمونی رو بگیرم. تلفن زنگ خورد. دست از خرد کردن کاهو برداشتم و دستمو سریع شستم و تلفن رو برداشتم. الو. صدای آشنای پدر محمد پیچید تو گوشم. ناصرالدین شاه. خاطراتم با نیلو لبخند به لبم آورد و یاد بابا ابراهیم خودم چنگ به دلم زد. گفت سلام بابا. گفتم سلام، خوبین؟ خجالت میکشیدم بابا خطابش کنم. گفت خوبم، به خوبیت نور دیده. به من میگفت نور دیده؟ پس مهربونی محمد به اون رفته بود. گفتم قربون شما. گفت چه خبر بابا جان؟ دلتنگتم. بی‌معرفت یه زنگ بزن حداقل. لال شدم. گفتم ببخشید، شرمنده به خدا. گفت دشمنت. محمد رو راضی کردم امشب قدم سر چشمم بذارید. داغ شدم از خجالت مهر و مهربونیش. گفتم حتما. صداش کمی شاد شد. گفت پس چشم به راهتیم نور دیده. زود بیا، طاقت ندارم دتر. باید معنی دتر رو از محمد میپرسیدم. آروم خندیدم. گفتم چشم. محمد اونجاست؟ آه کشید. گفت نه عزیزم، روزی 1-2 ساعت میاد اینجا که من بهونه نگیرم چرا اینجا کار نمیکنه. بعد میره سراغ کار خودش. تو میتونی رازیش کنی بیاد پیش خودم کار کنه بابا؟ 2 روز دیگه من بمیرم این کار و کاسبی هم میخوابه. وصیت کردم محمد به چرخونتش. از الان باید یاد بگیره دیگه. گفتم خدا نکنه این چه حرفیه؟ چشم، من باش حرف میزنم. گفت چشمت بی بلا جان دلم، منتظرتم. گفتم میبینمتون، خداحافظ. اونم گفت خداحافظ. قصد کردم و با حال گرفته روی مبلی همون نزدیکی نشستم. از همه اقوامش به جز پدرش بیزار بودم، بیزار.
به اتاق رفتم و لباس جفتمون رو آماده کردم. برای اینکه حرص خانواده‌شو در بیارم یه مانتوی کوتاه کتی سفید و یه شلوار دمپای سفید هم که جنسش از رون تنگ بود روی تخت گذاشتم با یه شال کوتاه حریر آبی. برای محمدم یه تیشرت سفید بیرون گذاشتم که با شلوار لیش بپوشه. نهارمو تنها خوردم مثل هر روز. امروز و روزای قبل ترش. اگه محمد قدبازیش رو کنار میذاشت دیگه خبری از این وضعیت مسخره نبود و من مجبور نبودم توی سکوت مزخرف خونه بی ذوق و بی حوصله غذا بخورم. شاید حالا که قرار بود جمعمون 3 نفری بشه دست از این خودرأییشو برداره و با پدرش کار کنه. حوصله ظرف شستن نداشتم. حموم رفتم و به محمد زنگ زدم. صدای کسل و خستش دلمو به درد آورد. گفت جان دلم. جونت بی بلا جان جانان من. در نهایت خستگی هم همونقدر مهربون و فداکار بود. گفتم سلام حاج آقا. آروم و موقر به سبک خودش خندید. گفت جون سلام مامان کوچولو. گفتم با 170-80 سانت قد و 50-60 کیلو وزن اون کوچولوی توی شیمکم کوچولو محسوب میشه عزیزم. گفت جفتتون کوچولوی منین. گفتم محمد. گفت جان محمد. گفتم بعد از شام خونه مامان بابات یه کاری دارم. دلبرانه خندید و گفت یا ابوالفضل. گفتم یه خبر خوب دارم که باید در ازاش یه مژدگونی مشتی بهم بدی. گفت مژدگونی مشتی یه پیتزای خوبه؟ گفتم نه. گفت ماچ خوبه؟ گفتم نه. گفت گاز؟ جیغ کشیدم. گفتم گاز تو شهر شما مژدگونی حساب میشه؟ خندید. گفت خب چیکار کنم؟ گفتم یه قول باز بدی. گفت باهاس قول بدم؟ چشم قولم میدم. ذوق زده گفتم حاجی پس میبینمت بابای. خداحافظ. دردونه من خندونش تا اعماق دلم رو نوازش کرد و قطع کردم. بعد از اتو کردن لباسامون و میکاپی ساده اما جلوه‌گر محمد از راه رسید. از اتاقمون بیرون رفتم و جواب ماهی ماهی کجاییاش رو با یه سلام توأم با لبخند دادم. از گردنش آویزون شدم. مهر ماتیک نشونم رو گونش نشوندم. با لبخند نگاه میکرد و جواب بوسم و داد و گفت تصدق اون صورت ماهت بشم. تو آغوشم گرفت و گلومو بوسید. بعد خیره به چشمم زمزمه کرد مرگ محمد بدون آرش خیلی دلبرتریا. بغض کرده از قسمش لگد آرومی زدم و لب جمع کردم. گفتم بیشعور. خندید. باز بوسیدتم. تقلا کردم تا از آغوشش بیرون بیام ولی نمیذاش. ارسی گفتم من والا بالله سالی یه بار این ریختی بمالم به سر و صورتم. از لج مامی توه. دقیقاً اون مانتو کوتاه هم میخوام بپوشم. رحم کرد و دیدم اخماش توی هم رفت ولی هیچی نگفت. حموم کوتاه 10 دقیقه‌ای کرد و حاضر شد. وقتی منو با اون لباسا دید کمی در حالی که مشغول مرتب کردن شال رو سرم بودم خیرم شد و بعد سرشو خاروند و پایین انداخت. این یعنی چیزی میخواست بگه ولی میدونستم چیه. یه تونیک که به شلوارم بیاد رو میون کیفم گذاشتم تا اونجا تنم کنم و بعد گفتم بریم حاجی من حاضرم. بی حرف بلند شد و کفشاش رو پوشید. کفشای پاشنه بلند آبی رنگ جی رو پوشیدم و پایین رفتیم. به محض سوار شدن محمد کمربند جفتمون رو بست و من ضبط رو روشن کردم. آهنگا رو بالا پایین کردم تا به آهنگ باب دلم برسم. محمد ماشین رو انداخت و دستمو گرفت. برگشتم و نگاش کردم. عاشقانه و شیداگونه. ناخونای لاک زدم و بوسید و آروم گفت جون محمد هرچی مامانم گفت جوابشو نده. من اگه لازم باشه جواب میدم. اگرم نه که هیچی. ولی مرگ من تو هیچی نگو. نمیخوام با تو چپ بیافتم. دلم برایش سوخت. ناخون جویدم و خجول گفتم حالم از این لباس به هم میخوره ولی به خاطر اینکه لج اونا رو در بیارم پوشیدم. چند لحظه چیزی نگفت و بعد آروم دستمو از دهنم فاصله داد و بوسید و گفت نخورون ناخونا رو. سکوت قبل و بعدش یعنی ناراحتی. دلجویانه گفتم به قرآن. حرفمو برید و گفت قسم نده. خودش قسم میداد و نمیذاش من قسم بدم. حرفمو عوض کردم. گفتم دور بزن لباسمو عوض کنم. سر به معنای نه بالا داد و گفت نمیخواد. گفتم برگرد دیگه جون ماهی. یه دفعه داد زد و گفت دارم میگم قسم نده. گفتم نه یعنی نه دیگه از اول نباید میپوشیدی. بی اختیار شکممو لمس کردم و عقب کشیدم. دلم شکست. ترسیدم. دستام لرزید از دادش. حامله بودم. نباید داد میزد. به خودم گفتم بی خیال ماهی. سر کار بوده خسته بوده. دیگه چیزی نگفتیم. چیزی نمونده بود که برسیم. فقط یه چیز گفتم. شیرینی فروشی دیدی وایسا. خشک و خالی بریم بگیم ماهورا خانم 5 ماه دیگه میخواد بزاد نمیشه که یه کوفتی باید ببریم. چشمامو بستم و تکیه دادم به شیشه. چند دقیقه بعد محمد توقف کرد و یه جعبه شیرینی خرید. بغض نشست تو گلوم. خانواده‌اش همیشه مسبب دردم بودن.
همیشه باعث گریه و بغضم بودن. هیچ وقت کمک حالم نشدن، هیچ وقت بی قصد و غرض نگام نکردند و نهایت معجزه بود بار اومدن همچون محمدی از اون خانواده که بیشک دست پرورده پدرش بود. توی ترافیک دیوونه کننده نیاوران زیر چشمی پاییدمش. نیمروخش چقدر دلفریب بود. موهای کوتاه مشکیش و پیشونی بلندش که به چشم و ابروش ختم میشد و آخ از اون چشما که ماهورا رو با تمام قدبازیاش رام میکردن، مست کردن و شیدا کردن. بینی بی‌نقصش که حسرت میخوردم بهش، لبهای متوسط و تحریشی زیبا که آذین صورتش بود، اندامش که لاغر بود و چال گونش که تموم دنیای من بود و تموم وجودم. اون چینه کنار چشماش بود که به هنگام خنده خلق می شدند و از اون زیباتر صدای خنده هاش. چقدر عشق توی وجود این مرد بود، چقدر عشق. چشمانم غرق اشک شد، سوخت. اگه از دست می دادمش چی؟ من قصه خیلی از آدما رو خوندم و شنیدم. هر کی خوب بود زودتر می مرد. این بود نتیجه گیری من از داستانهایی که شنیده بودم. اگه روزی اومد که من باشم و اون نه چی؟ من با چه قدرتی نفس بکشم؟ کاش حرف بزنه، کاش دلخور نباشه، کاش اینجوری به شیشه روبروش زل نزنه. منم دوستش داشتم، خیلی دوستش داشتم. شاید مثل اون بلد نبودم ابراز کنم، قربون صدقه برم، ولی دیوونش بودم. نمیدونم چی شد، ولی واقعا ترس از نبودنش وجودم رو لرزوند. همیشه این قهرهای کوچیکش منو به خودم می آورد. نمیدونم چی شد، ولی یه دفعه زدم زیر گریه و با 2 دست بازوش رو چسبیدم. شتاب زده کنار زد و در حالی که بازوش توی دستم اسیر بود و سرم رو روش گذاشته بودم و زار می‌زدم، هراسون و نگران اسممو صدا زد و گفت ماهورا چی شد؟ سرمو تو دست گرفت و چشمای خیس و ملتمسم رو که دید سرمو تکون داد تا هوشیارم کنه و بعد پیشونیم رو به پیشونیش تکیه داد و تونتون گفت من غلط کردم بابا، من غلط کردم با تو اون شکلی حرف زدم. ماهی گریه نکن، مرگ محمد گریه نکن. من یهو آمپرم زد بالا، غلط کردم، سر داد زدم. صدام ببره الهی، اصلا گریه نکن تو باشه. شقیقمو بوسید و مغموم گفت تصدق و اشکات بشم، گریه نکن عمر من. آرومتر شدم، سر بالا گرفتم و زار زدم من جز تو هیچکیو ندارم، به خدا ندارم. داد که میزنی سرم، پشتم میلرزه، نمیدونم به کی پناه ببرم. پناه من تویی. تو آغوشش منو چلون تا ساکت شم. انگار زجر میکشید از شنیدنشون. گفت نگو شرمنده میشم، نگو به خدا غلط کردم. و مدام منو میبوسید. بی صدا حق زدم و سر به سینه امنش فشار دادم و مطمئن بودم هیچ کس نمیتونه حریف این شونه های استوار شه. سرمو نوازش کرد و باز منو بوسید. مدام دستشو رقصون روی موهام تا آروم شم. خوب بلد بود منو و آروم کردنم رو. ساکت که شدم پیشونیمو بوسید و با دستمال جوری که آرایشم آسیب نبینه اشکامو پاک کرد. بعد با سرم رو به روی سینه‌اش گذاشت و سرش رو روی سرم. ماشین رو پاک کرد و جعبه شیرینی رو از رو صندلی عقب برداشت. دستی به موهاش کشید. دستم رو که به سمت دستگیره بردم، دست دیگرم رو گرفت. برگشتم و نگاش کردم، خیره به چشمام. دستم رو بوسید. طولانی. گفت ببخش منو مامان کوچولو، میبخشی؟ مگه من 1000 بار خطا نکردم و اون بخشید؟ اون بی چشم داشت و بی منت بخشید. هر بار که به هر دلیل بحثمون میشد و اتفاقاً 90% مواقع تقصیر من بود، اون بود که پیش قدم میشد. سرمو نزدیک بردم و لبهاش رو آذین بستم و پیاده شد و کنارم ایستاد، نگاهی به اطراف کرد و نوک بینیمو گاز گرفت. خودمو کنترل کردم تا جیغ نکشم. خبیث گفت خوب گذاشتیم تو خماریا، منم گازت گرفتم. حالا فهمیدم دردش چیه. با آرنج ضربه آروم به شکمش زدم و با حرص گفتم بی جنبه بزن زنگو. خندید و زنگو زد. کمی عقب‌تر ایستادم و ظاهرمو مرتب کردم. در باز شد و صدایی از آیفون اومد. مامان جان ماشینو بیار تو. ولی محمد بی جواب به داخل هلم داد و وارد شدیم. میدونستم دلش نمیخواد ماتیز کوچیکمون کنار ماشین پدرش و سوناتای جواد باشه. صدای تق تق پاشنه کفشم روی سنگ فرشای قصرشون در فضایی که عطر گل میداد پیچیده بود. بی‌انصافی بود اگه از خونه ایراد میگرفتم. محمد دستمو گرفت و آروم زمزمه کرد سکوت عشق من، باشه سکوت. نگاش کردم. می‌جنگید برای حفظ آرامش زندگیمون و من هم باید می‌جنگیدم. آروم گفتم سعی خودمو میکنم، چشم. نفس سنگینی کشید. هیچ کس به خودش زحمت نداده بود به استقبالمون بیاد. پله ها رو بالا رفتیم و کفشامون رو در آوردیم و وارد شدیم. پدرش داشت سمت در می اومد و با دیدنمون قدمهاش رو تند کرد. بی خیال همه که سم البکم خیره‌مون بودن با لبخند به روی اون سلام دادم.
با خوشرویی و خنده در آغوش هم گرفت و سرمو بوسید. گفت سلام دختر قشنگم، خوش اومدی. رهام کرد منو که از بغض دلتنگی بابای خودم در حال انفجار بودم. چرا هر وقت یه خانواده رو میدیدم اینجوری میشدم؟ محمد رو توی آغوش کشید و دیدم چه عاشقانه شونه‌هاش رو نوازش کرد و عطر تن محمد رو بلعید. انگار نه انگار صبح کنار هم بودن. گفت سلام شاه پسر من. محمد خجول خندید و مادرش پیش اومد. محمد رو بغل گرفت و به هم سلام کردن. آب دهنم رو قورت دادم و سلام کردم. نگاهی بهم کرد و سر تا پام رو برانداز کرد. نگاهش رو جایی که مانتو تموم شده بود چرخوند و بعد به صورتم زل زد. به لب‌هام و بعد چشم‌هام. محمد نامحسوس انگشت کوچیک دستم رو لمس کرد. مادرش سلام میداد و محمد دستم رو به سمت مبلا کشوند و با اصرار پدرش روی مبل 3 نفره نشستیم. خودش کنارم نشست. دلم بابای خودم خواست. دستمو گرفت و نوازش کرد. گفت دتر نازم کجایی تو؟ چرا نمیای اینجا؟ بغض صدام رول میلرزون ولی بعد به خودم مسلط شدم. گفتم محمد که از سر کار میاد خسته است. نمیشه دیگه، ببخشید. شما بیاین. خب. جمله اولمو که شنید سرش پایین انداخت و آه کشید. با جمله‌های بعدم سرمو بوسید. صدای مادر محمدو شنیدم که گفت آقا ناصر یه لحظه میاین. و با هم رفتن. مادرش یک کت دامن بلند زیتونی پوشیده بود با یه روسری نباتی. گلی خانوم اومد. بلند شدیم و سلام دادیم. با مهر جوابمون رو داد، حالمون رو پرسید و ازمون پذیرایی کرد. محمد پرتقالی به دست گرفت و شروع به پوست کندنش شد. سلامی رو شنیدم و با سر بلند کردن مهدیه را دیدم. بلند شدم و با لبخند سلام دادم. حتی نگامم نکرد. از محمد آویزون شد و بوسیدش. محمد هم با لبخند اونو بوسید. سلام، خوبی؟ مهدیه نشست. گفت مرسی داداش، شما خوبی؟ محمد به معنای تایید پلکاشو فشرد. با برگشتن پدر و مادرش و نشستنشون گفت یه خبر خوب دارم واسهتون. لبخند رو لبای پدرش نشست. گفت جان. محمد بعد از نگاهی عاشقانه به من دستمو فشار داد. سرخ شدم و با حرفی که زد مردم از خجالت. گفت قراره مامان بزرگ و بابا بزرگ بشید. لحظه سکوت تموم خونه رو با اون همه عظمتش فرا گرفت و بعد پدرش در جا از جاش بلند شد و با اشک به سمتمون اومد. شکرت خدا، شکرت، دیگه هیچ آرزویی ندارم. بعد منو بغل گرفت و بوسید. قربونت بشم بابا، مرسی. بعد حقیق گریه کرد. تاب نیاوردم و با لبخند بوسیدمش. گفتم گریه نکنید بابا. محمد رو توی آغوش گرفت. مادرش به سمتم اومد و بعد از نگاهی پر از عشق به محمد رو به من گفت کی خبردار شدی؟ گفتم چند روزه. گفت پسر دیگه. تو دلم گفتم دیروز فهمیدم که نیست. بغض شلاق زد گلومو. آروم بدونی که محمد بشنوه گفتم دختره. لبخندش ماسید و به مهدیه نگاه کرد. شل شدم یعنی چی؟ بعد انگار شور و شوقش خاموش شد. تلفن به دست از پله ها بالا رفت. پوزخند مهدیه داشت قلبمو تیکه تیکه میکرد. طاقت نیاوردم. بلند شدم و به سمت سرویس پاتون کردم. محمد صدام زد ولی جواب ندادم. فقط دویدم و وارد سرویس شدم. قفل رو چرخوندم. دستمو جلو دهنم گرفتم و بغضم رو آزاد کردم. دلم هوای خونه پدریمو کرد. دلم پدر و مادر خودمو خواست. هامون و اهورا رو. اگه اونا میدونستن حاملم فارغ از جنسیتش سر تا پام رو بوسه بارون میکردن، اما این عوضیا، این بی‌هویت‌های بیدین، این خاله زنک‌های متظاهر تشنه پسر بودن. مادرش یادش رفته بود خودش 2 تا شکم دختر زاییده. بی‌طاقت شماره بابا رو گرفتم. جواب نداد مثل همیشه. نمیتونستم وایستم. دل درد گرفته بودم. صدای محمد میومد در میزد و به آرومی و با مهربونی صدام میکرد. ماهی عزیزم. دستگیره رو پایین داد و وقتی دید باز نشد نگرانی رو تو صداش به وضوح احساس کردم. گفت عزیزم وا کن درو. جوابش گریه بی صدام بود. صدای پدرش اومد. گفت ماهورا جان. گفت بابا شما بفرمایید، احتمالاً حالش به هم خورده. صدای پدرش دور شد. با صدای محمد اومد. گفت دردت به جونم، وا کن درو. بالا آوردی؟ قلبم 100 پاره شد. صورتم به گند کشیده شده بود و قدرت ریمل تسلیم اشکام شده بود. به لجبار صورتمو شستم و اشکامو کنترل کردم. لرزون گفتم کیفمو میاری؟ راضی از این که جوابشو دادم گفت الان میارم. 30 ثانیه بعد در زد. گفت باز کن ماهی. گفت رو چرخوندم و در رو کمی باز کردم. بی طاقت در رو هل داد و نگام کرد. نگرانی چشماش دلمو لرزون. وارد سرویس شد و در رو بست. گفتم برو بیرون، الان مامانت میگه لابد تو سرویس داره یه بار دیگه حامله میشه. بی خیال حرفم سرم رو تو دست گرفت و با دقت بررسیم کرد. گفت چی شد؟ حالت به هم خورد؟ بغض کرده گفتم نه. بی اختیار اشک ریختم. گفتم دلم تنگ شد همین. آروم منو تو آغوشم کشید. گفت الهی من فدات بشم. برای کی؟
حقم رو تو گردنش خفه کردم. گفتم برای بابام، برای مامانم. سنگین نفس کشید. آتیشم زد. گفت عزیز دلم، میبرمت پیششون. گفتم وقتی بابام جواب تلفنمو نمیده یعنی برم به درک. سرمو بوسید. گفت خدا نکنه دیوونه، شاید نمیتونه جواب بده، سرش شلوغه، کار داره لابد. داد زدم. گفتم چند ماه کار داره، چند ماهه که سرش شلوغه. پیشونی خیسمو بوسید و گفت من مامانت میشم، بابات میشم. خوبه؟ قصه نخور دیگه فنچ من. فندقمون اون تو گریه میکنه ها. فاصله گرفتم از آغوشش و رو شکمم رو لمس کردم. محمد خم شد و شکمم رو از روی مانتو بوسید و گفت زود بیا بیرون دیگه فندق بابایی. زیر چشمی نگام کرد. گفت بیا بیرون، شاید اینجوری مامانی دیگه گریه نکنه. موهاشو نوازش کردم. گفتم محمد. بلند شد و موهام رو از روی صورتم کنار زد. گفت جون محمد. گفتم زیاد نمونیم باشه؟ گفت چشم جیگرم، بیا بریم بیرون از این فضای معطل. لبخند نشست رو لبم. گفتم برو، من 5 دقیقه دیگه میام. گفت یا علی 5 دقیقه؟ بابا نمیگن سر شبی عروس خوشگلمون اومده مهمونی اسهال گرفته؟ مشت آرومی به شکمش زدم. گفتم نه اگه تو شایعه نکنی نمیگن. خندید و محکم منو بوسید. قربون شکل ماهت بشم، به خدا من یه قطره اشک تو رو میبینم چشمم سیاهی میره. این 2-3 ماه میدیدم حال تو که غذا نمیخوری و مدام بالا میاری، به خدا نفسم بالا نمیومد. یه خم به ابرود میشینه و من تا استخونم میسوزه. گریه نکن دیگه عمر من، حرف بزن برام، ولی اشک حروم نکن. هر کار و مشکلی راهی داره، به من بگو راهشو پیدا میکنیم. ولی تو رو به همین فندق قسم دیگه گریه نکن. سرمو تکون دادم. چند لحظه تو آغوشش موندم و بعد فاصله گرفتم و از داخل کیف آرایشمو بیرون کشیدم. گفتم تو برو، من الان میام. در حالی که پشتم بهش بود و خیره به آینه کرم پود میزدم گردنمو بوسید و رفت. بالاخره اون مهمونی مسخره تموم شد. سوار ماشین شدیم. نفس راحتی کشیدم و کفشای مزخرف پاشنه‌دار رو از پام در آوردم. محمد ماشین رو روشن کرد. گفت عشق من دیگه این پاشنه‌دارا رو نپوش، این مدت کلا کفش پاشنه بلند نپوش اصلا. ضبط رو روشن کردم و آهنگا رو بالا پایین کردم. صدای 4 تار که توی گوشم پیچید. با آرامش نشستم و دست محمد رو گرفتم. راه افتاد و دستمو بوسید و گفتم میشه نریم خونه؟ آره دور دونه، کجا بریم؟ گفتم بریم یه جای دبش. گفت کجا خوب مثلا؟ گفتم بمونیم تو همین ماشین. خندید. گفت چشم، پس بذار بریم یه جای خلوت. با شیطنت صاف نشستم و دستامو به هم مالیدم. گفتم جون باشه. قهقهه زد و آهنگ رو رد کرد تا به یک ترک شاد برسه. دستشو هل دادم و اونقدر دکمه رو فشردم تا به آهنگ مد نظرم رسید. پلی که شد دستامو بندری رقصوندم. گفتم اوه. بعد همزمان با خواننده جیغ کشیدم ام شو شو شلیبک لیلیلونه. محمد از خنده سرخ شده بود. قهقهه هاش آب روی آتیش بودن. دست اون رو هم بالا بردم و همراه دست خودم تکون تکون دادم و همگام با خواننده خوندم ام شو شو شه یارم پر از جونه. قهقهه زد. گفت پر از جون چیه؟ اصلا یه چیز دیگه میگه. بی خیال به خوندنم ادامه دادم. سرمو تکون تکون میدادم و باهاش میخوندم. با شیطنت آهنگو عوض کرد و با شنیدن صدای زخمی حبیب لبم آویزون شد. تو مثل بابای منی، وسط تایتانیک میزنه شبکه 4، گلهای داوودی میبینه. از خنده منفجر شد و بعد توی کسری از ثانیه سرمو بوسید. گفت احمق دیوونه من. گفتم تعریف بودین الان؟ گوشه ترمز کرد و ماشینو پارک کرد. حرفمو بی جواب گذاشت و به بیراهه زد و گفت من از موقعی که گفتی منتظرم اون خبر خوبه تو بشنوم. دلم لرزید. به در تکیه دادم. پام رو بالا آوردم و چنباتمه زدم. ماشینو خاموش کرد و اونم مثل من به در تکیه داد. پامو کشید و انگشتای پام رو به بازی گرفت. جیغ زدم. گفتم به خدا قلقلک بدی پام تو چشمته ها. بی حرف لبخند زد و ادامه دادم همون پدیده چشمم کف پات رخ میده عزیزم. شونه هاش از خنده لرزید. چشماش عاشقانه خندید و گفت نمک منی تو. خب سکوتمو که دید یه انگشتمو کشید و گفت خب آیه بلندی گفتم و پشت بندش یه خوب قورقورو. همون انگشت رو بوسید. کاش میشد این مرد نصیب لایقش میشد. گفتم من تا حالا فکر میکردم خبری که میخوام بدم خوبه، ولی امشب فهمیدم خبر خوبی نیست. فروغ چشماش خاموش شد. گفتم فندقمون دختره. فروغ چشماش برگشت. در اون وضعیت دسترسیش به دست و صورتم سخت بود. پس خم شد و تون پامو بوسید. از نوک انگشتام تا هر کجا که گردنش میرسید زدم زیر گریه. گفتم خبر خوبیه؟ سر بالا گرفت و چشم چرخون توی اشکام.
گفت گریه نکن گن نزن تو حالم. هل زده چشمامو فشردم. گفتم باشه. بی طاقت پاهامو جمع کرد و منو توی آغوش کشید و به سینه‌اش تکیه زدم. گفت بعد از شنیدن خبر بارداری تو، بعد از بله گفتنت، این بهترین خبر بود. شونه‌شو بوسیدم. گفتم اسمشو چی بذاریم؟ گفت هر چی تو بگی. گفتم من نمیدونم، تو بگو. راهیل. زمزمه کردم راهیل یعنی چی؟ گفت اسم یه فرشته است، یعنی پاک و دور از گناه، مثل تو. لرزیدم از بغض. گفتم من پاکم؟ گفت تو همه دنیای منی، همه عمر و زندگیمی. انگار اتم‌های اکسیژن زیاد شدن. نفس گرفتم. گفتم اگه دنیات، عمر و زندگیت ازت یه چی بخواد قبول میکنی؟ گفت اگه قابل قبول باشه آره. گفتم اینجوری نه، بیچون و چرا بگو آره. گفت ماهی الان جدیم، چیز مسخره بگی انقدر قلقلکت میدم که. گفتم ازت خواهش میکنم قبول کن، برو همون جایی که بابات اونجا کار کن. چند لحظه نگام کرد، کمی دلخور. گفتم محمد اونجوری نگام نکن، دیگه داریم 3 نفر میشیم. قبول کن که با درآمد الان تو اداره خانواده 3 نفره سخته. گفت مگه تا الان توی سختی بودی؟ گفتم از الان به بعد میگم، دیگه وضعیت داره فرق میکنه. چند لحظه چیزی نگفت. ادامه دادم به خدا بیچاره خودش همیشه بهم میگه تو به محمد بگو بیاد، گناه داره اون بنده خدا. بغض گلوم رو لرزوند و گفتم محمد اگه بابات بهمون پشت کنه هیچ کیو نداریم. حسابی گفت خب حالا بغض کردن چیه؟ چیزی نگفتم. گفت باشه. بوسیدمش و ازش فاصله گرفتم. ماشین رو روشن کرد. توی سکوت به خونه برگشتیم. پریش زمانی به حال. چایی سرد شدهش یعنی پریشونه، یعنی حالش خرابه و من اینو خوب میفهمم. موبایلش رو کنار میذاره و مثلا دور از چشم من با آه چشم میبنده و در حالی که روی کاناپه دراز کشیده ساعدش رو چشمش میذاره. ویلچر رو به سمتش میرونم و مشغول ماساژ دادن پاهاش میشم. میدونم که با 2 شیفت کار کردن تا ساعت 8 شب چقدر اذیت میشه. دستش رو از روی چشمش بر نداشته و این عجیبه. با قصه ساعدش رو نوازش میکنم. میگم الهی بمیرم، خسته ای؟ باز دست لعنتیش رو بر نمیداره. در عوض دست دیگه‌اش رو پشت گردنم میذاره و سرم رو تا سینه‌اش هدایت میکنه. میگه خدا نکنه احمق. تو دلم میگم وقتی جواب خسته ای رو نمیده یعنی خسته است. میگم چرا اینقدر تو خودتی؟ گفت تو خودمم نیستم ها. دستش رو از رو پیشونیش برمی‌دارم. با دیدن چشمایی که اطرافشون سرخه جون میدم. میگم سرت درد میکنه؟ اصلا بگی بخواب، چشمات داغونن. چشم میبنده و آروم میگه خوبم عزیزم. صورت داغش رو نوازش میکنم. میگم نیستی. میخوام چیز دیگه بگم که با صدای زنگ آیفون لال میشم. محمد به تندی میشینه. بعد سری بلند میشه و به سمت آیفون میره و دکمه رو میزنه. متعجب از رفتارش میگم کیه؟ چی نگفتم هامونه؟ نگام روی ساعت میچرخونم. گفت شب میاد که. بازم جواب نداد. میگم کیه محمد؟ به سمتم میاد و با لبی که میگزه و چشمایی که روی صورتم میگردن جلو پام زانو میزنه. میگه بازم ماهی قوی من بمون. خب ماهی؟ من مبهوت نگاش میکنم. میخوام چیزی بگم که صدای چشمام رو از چشمای پرحرف محمد برمیداره و وادارم میکنه که به صاحب صدا چشم بدوزم. سلام. چه سلام سستی، چه آروم و لرزون. صدای اهورایی که آخرین دیدارمون عجیب تلخ بود. مردمک هم رو از بالا به پایین، ظاهر اهورا روی لباسای یه دست سیاه و روی چشماش که این بار با این قرمزی وحشتناک دیگه مثل چشمای من نیستن میگردونم و صدام در نمیاد. نگاهش رو نمیفهمم. محمد در رو میبنده و اهورا به سمتم میاد با قدم‌های سست‌تر از سلامش. به هم میرسه و چرا اینقدر فرو میریزه؟ چرا اینقدر با بیتابی بغلم میکنه؟ چرا میلرزه؟ گریه میکنه. صورتش رو نمیبینم ولی صدای گریه اهورا رو میشنوم. ماهی حق میکنه. اونقدر مبهوتم که نمیدونم چی کار کنم. پریشونی محمد، رفتار و حرفش یه طرف و اهورای مشکی پوش حالا یه طرف و عجیب 2 طرف ماجرا به هم مربوطن. محمد بالاخره طلسم پاهاش رو میشکنه و مغموم به سمتمون بیاد. اهورا منو رها میکنه و ملتمس و پریشون به سمت محمد برمیگرده و در حالی که دست سرد منو سقف فشار میده میگه تو بگو من نمیتونم. لب باز میکنم. میگم چی شده؟ نگاه میکنن، یکی با اشک یکی با درد. بختم رو حق میزنم. میگم کی مرده بهم بگین.
زجه میزنم هامونم، راهیل راهیلم مهده. زار میزنم کی مرده؟ من مردم. چم شده باز که بهم نمیگین؟ محمد که پریشون با لبی که میگزه و جان زمزمه وار و کمرمقی که میگه به سمت دیوار برمیگرده. اندک مونده جونم هم به تاراج میره. نگاه مبهودم رو به اهورا میرسونم، میکوبم تحت سینش، میگم بگو بهم اهورا، بگو، الان قلبم وای میسته. بغض جدیدش که با صدا میتره که تموم خونه رو میلرزونه. تموم من، شونه های اهورا، دست های محمد، قلب من. میگه یتیم شدیم ماهی، یتیم شدیم. لبهام تا نزدیک گوشام کش میان. برادرم بعد از مدت‌ها که از خونه پدری پرتم کرد بیرون، اومده کنار گوشم زجه میزنه، جلو روم میلرزه و حق میزنه یتیم شدیم. خنده‌دار نیست؟ هست. پس میخندم و همزمان با خنده من محمد برمیگرده، اما اهورا رو زمین شکسته و سجده میکنه. زار میزنه، میگه یتیم شدیم. محمد بلندش میکنه، توی آغوشش میگیره و خوش به حال اهورا که انقدر راحت گریه میکنه. اهورای در حال مرگ رو به مبل تکیه میده و به سمتم میاد. این بار اون جلوم زانو میزنه و دستام رو به چشمای سرخش میگیره. با خنده میگم این چی میگه این؟ خجالت نمیکشه با این قد و هیکل اینجوری زار میزنه؟ دستمو بی حرف ولی با چشمای بیقرار فشار میده. میگم یعنی چی که یتیم شدیم؟ گریه اهورا بالا میره. حالا به هم میخوره از اینکه خونه عشق محمد و مهورا رو صدای گریه یه مرد پر کنه. دستم به اهورا نمیرسه و محمد صدا میزنه. بی توجه ویلچر رو به داخل اتاق میرونم و در رو میبندم و قفل میکنم. پشت بندش محمد در میزنه و به نرمی میگه ماهی جان. سکوت میکنم و به ماهورای درون آینه خیره میشم. میگه من بیام تو عزیزم. زمزمه میکنم نه و مطمئنم نمیشنوه. این بار کمی با تحکم میگه ماهی جان. جوری میگم که بشنوه. میگم میخوام بخوابم. گفت باشه عزیز، کاری ندارم که، واکن درو. میگم میخوام تنها باشم. گفت خیلی خوب، قفل در رو واکن، تنها باش، نمیام تو. بی جواب میذارم و دلم برای ماهورای درون آینه میسوزه. اهورا میگه یتیم شدیم. مگه تا حالا نبودیم؟ پرش زمانی به گذشته. خط چشم را با وسواس کشیدم و با تردید به آینه خیره شدم. یه تونیک گلبه‌ای رنگ گشاد تنم که روی شکمم رو با شال حریر سفید پوشونده بودم. محمد، جان دلم ذکر همیشگی لبهاش بود. گفتم موژه مصنوعی هم بذارم، همون که آدم شبیه باد به زنای فرعون مصر میشه. گفت موژه خودت چشه مگه؟ گفتم خب بده به فکر سیستم سرمایشی خونم. زن زندگی به این خوبی دیده بودی تا الان ناموسن؟ همراه با خنده که کمربندش رو داشت میبست گفت نه به والله. زنگ آیفون که توی خونه پیچید، خواستم شتابان بدوم که با دو دست جلومو گرفت و به خاطر بارداریم هشدار داد. گفت آخ یواش. خودش در رو باز کرد. سرک کشیدم و با دیدن نیلو و آرمین ذوق زده در واحد رو باز کردم. نیلو با دیدنم جیغ زد و بغلم کرد. انگار نه انگار سر ضبط بودیم با هم. در حالی که از هیجان قرمز شده بود به داخل هدایت هم میکرد و به شکمم خیره شده بود. گفت احمق عوضی چرا نمیزایی پس؟ لبهام رو آویزون کردم. گفتم بچم 7 ماهشه، بی شعور. آرمین با خنده سلام کرد و با خنده جوابشو دادم. به محمد دست داد و محمد با مهربونی و مهمون نوازی بی‌مثالش شونه‌شو فشرد و بابت گل و شیرینی تشکر کرد. بقیه بچه‌ها هم رفته اومدن. نشستند و وقتی غرق صحبت شدن نبود امید و الون ناراحت هم کرده بود. به الون پیام دادم، نوشتم کلاس نذاری برا ما. پاشو بیا ببینم. و با یادآوری پانیز با شیطنت نوشتم علی جون به پلنگ خانم سلام برسون، بگو ماهی جون گفته واسه جراحی زیبایی بعدیش دکتر خوب سوراخ دارم ایزن برای مغز معیوبشون. جوابم رو 2 دقیقه بعد با یه عالمه استیکر خنده داد. نوشت لعنتی روانی عاشقتم، کافیه بهش بگم علاوه بر پشمای من گیسای تو رو هم میکنه سلیته، لباس بپوشم میام. لبخند کجی زدم و به امید زنگ زدم و بی سلام تند گفتم جناب آقای کارگردان میزنی تو سر من آن تایم نیستم. خودت هم آن تایم باش دیگه عزیزم. کجایی؟ پشت چراغ قرمز؟ تو ترافیک یا هنوز تو مستراح؟ صدای آروم و گرفتش پیچید تو گوشم. گفت علیک سلام. مرسی منم خوبم. سلامتی؟ تا مسخره همه اومدن تو نیستی فقط. نکنه میخوای نیای؟ نمیدونم آرامشمو به هم زد. جیغ زدم و گفتم اصلا میخوام نیای. قطع کردم. همشون خیرم بودند و آرمین گفت فاتحه گوش امید خونده است عزیزم. نیلو قشقش به حرفش خندید و چپ چپ نگاش کردم.
1 ساعت بعد آیفون زنگ خورد و با دیدن الون بازش کردم و وقتی دیدم امید و پانیز پشت سرش وارد ساختمون شدن با ناله گفتم وای. اولین نفر محمد هراسون پرسید چی شد؟ با حالت گریه گفتم پانیزم هست. صدای وای آرمین و نیلو محمد رو متعجب کرد و برای استفهامش گفتم نامزد نچسب الونده. دستهام رو باز کردم و گفتم با انقدر افاده. در حالی که باز میکردم خطاب بهشون داد زدم الان لابد مایو پوشی. با دیدنشون خشکشون زد و خطاب به امید برای ماسمالی ادامه دادم پوشیدی امید؟ چشمای گیج و حیرونش به خندم انداخته بود و پانیز رو به الون با اون لحن و صدای مزخرفش گفت نگفتی پول پارتیه؟ با صدای خوشامدگویی محمد عقب رفتم و سلام دادم. به محمد نگاه کردم و تصور کردم محمد پول پارتی بگیره. چشوی کمدیشه. خندم رو خوردم و الون نزدیکم شد و بینیمو کشید. گفت شنگولی. و بعد به شیکمم نگاه کرد. گفت چرا پوشوندی بچه مردم و خفه میشه؟ اشاره آرومی به پانیز که مشغول احوالپرسی با محمدی بود خیره به فرش جوابشو میداد کردم. گفتم تو خفه نشی. زمزمه کرد سرویس کرد. از کنارم رد شد. پانیز دست الوند رو گرفت و با چشماش سر تا پام رو با لبخند برانداز کرد و تو آغوشم گرفت. گفت الهی عزیزم تو پوله شدی. محمد باید خرس مهربون صدات کنه. خندید و فکر کردم تو همین اولین ملاقات محمد من رو محمد صدا زده. صدای نیلو اومد. گفت آدم خرس مهربون باشه، خرس گریزلی نباشه. منظورش دقیقاً پانیز بود. پانیز هم از لحن نیلو فهمید ولی با خنده روی شونم دست کشید و گفت نه بابا دور از جونش. امید سر رسید و چقدر بدم میومد از چشمای مغمومش و حد زدن دلیلش گند میزد به حالم. چرا براش تموم نمیشدم؟ دست راست شده ملتمسش رو به گرمی پاسخ دادم و لبخندی دندون نما زدم. گفتم سلام رئیس خوش اومدی. لبخند دردناکی زد و جعبه کوچیک بهم داد و رو به محمد گفت مبارکتون باشه. محمد نزدیک شد و متواضعانه لبخند زد. گفت ممنون انشالله قسمت شما بشه. امید و محمد که رفتن جعبه رو باز کردم. با دیدن انگشتر طلای ظریف و به شدت زیبا دلم ریخت. بهاش چقدر از داراییم بود چه خدا میدونه. در جعبه مخملی سرمه‌ای رو بستم و به اتاق بردم و باز به جمعشون برگشتم. الوند و پانیز روی مبل 2 نفره نشسته بودند و روی صندلی میزبان کنار صندلی محمد نشستم. سرشو خم کرد و آروم دم گوشم گفت قربونت برم انقدر راه نرو ضرر داره. هر کاری هست به من بگو. به روش لبخند زدم. گفتم چشم حاجی. لبش به خنده باز شد و نگاه پر عشقش رو از روم برداشت. اون مهمونی لعنتی به جز محبت‌های تمام عیار محمد و کارهایی که به تنهایی کرد هیچی نداشت جز بدبختی که برام تراشید. محمد به آشپزخونه رفته بود تا چایی بریزه و شیرینی بیاره. الون پانیز رو که داشت حرف میزد رها کرد و کنارم جای محمد نشست. گفت تو میدونی امید چشه؟ گفتم نه. چرا این دختره رو برداشتی آوردی؟ گفت بابا به جون خودت من لباس پوشیدم داشتم میومدم یهو دیدم زنگ خونه رو زده 7 قلم آرایش کرده میگه الی عزیزم کجا میخوای بری؟ من به خاطر تو از شرکت زدم اومدم اینجا. خندیدم. با نگاهی به پانیز که کفری نگاهمو میکرد زمزمه وار گفتم خاک تو سرت داره نگاه میکنه. چه بهتر. توهم خیانت بهش دست میده ولم میکنه. محمد چای رو آورد و تک به تک تعارف کرد. به من که رسید الون برام چایی برداشت و جلوم گذاشت. به چشمای محمد خیره شدم و خندیدم. گفتم کد آقای منی تو آیا میدانید؟ سینی رو روی میز گذاشت و رو به الون گفتم پاشو برو بته مرگ پیش پلنگت. شوهرم میخواد بشینه. الون آدم فروش شوهر ذلیلی نثار هم کرد که جوابشو دادم و گفتم آدم فروش شوهر ذلیل باشه ولی پلنگ ذلیل نباشه. بلند شد و گفتم محمد جان بیا بشین. پانیز گفت ماهی جون کی عروسی کردین؟ گفتم اردیبهشت. دستشو زیر چونش گذاشت و ناخن‌های بلند و زیباش روی فکش نشستن. گفت آها خیلی زود بچه دار شدین که. لبخند ملیحی زدم. گفتم دیگه ببخشید دیگه. خودشو نباخت. گفت نه بابا من برای چی ببخشم؟ نخواسته بود. آدم خجالتی نبودم ولی با شنیدن این حرفا از زبون پانیز جلوی محمد و این جمع سرخ شدم. میدونستم اگه حرف بزنم صدام کمی لرزش داره. پس برای پیروز نشدن پانیز حرفی نزدم که خودش ادامه داد. من اگه جات بودم مینداختمش. صدای الون زمزمه وار به گوشم رسید. پانیز. گفت وا خب چیه مگه؟ تو این سن گناه داره. پیپی بچه رو بخواد پاک کنه. باید جوونی کنی ماهی جون. ببخشیدا محمد ولی به نظرم زود ازدواج کردین. ماهی جون سنی ندارن شما هم همینطور. چیزی نگفت. خندید و گفت علی چرا اینجوری نگاه میکنی عزیزم؟ به زحمت از روی مبل بلند شدم.
محمد که بلند شد گفتم میرم دستشویی، کجا میخوای بیای؟ دستش رو هل دادم تا بشینه و به سمت دستشویی راه افتادم، ولی چون مطمئن بودم دستشویی در راستای دید محمد نیست به آشپزخونه رفتم و برای اینکه کسی نبینتم پایین اوپن نشستم و از اینکه نتونستم جلوی محمد و بقیه بچه‌ها حق پانیز و فضول رو کف دستش بذارم از خودم متنفر شدم. طبق معمول از شدت عصبانیت و حرص بی صدا گریه کردم. دست رو شکم برجستم کشیدم و با بغض زمزمه کردم به تو میگه ناخواسته بودی ولی کوچولوی منی. تا وقتی محمد نمیدونست میخواستم ازت بگذرم ولی الان دیگه عاشقتم. درد عجیبی رو زیر دلم حس میکردم و عطر الوان رو که حس کردم اون درد شدت پیدا کرد. جله اومد و زانو زد روبروم. تون اشکامو پاک کردم. مغموم گفت به خاطر حرفای مفت اون گریه میکنی؟ غلط میکنی تو. حرفای اون حرف نیستن که زیر مفتن. پاشو ماهی. بی اختیار بغض جدیدم شکست. گفتم جلو محمد بهم میگه چاق، جلو بچه‌ها بهم میگه خرس، ناخوناشو هیکلشو لباساشو به رخم میکشه. محمدو ندیدی سرخ شده بود و دم نمیزد؟ کشمشم دم داره. محمد چی هی میکنه این پانیز؟ بعد هی به من میگه ماهی جون. خب ماهی مرد. توی آغوشم که کشید وحشت کردم. حرفاش که مثلا میخواست دلداریم بده رو نشنیدم و وقتی به باد رفتم که صدای پانیز رو شنیدم. الون جان من. وقتی نگاه رنگی لعنتیش ما رو دید و دیگه دیر شده بود الون پس کشید. گفت چه مرگته باز وحشی. اشکشو در آوردی خیالت راحت شد؟ به تقلید از محمد برای توانایی رهایی از این مخمسه تو دلم یا علی گفتم و با کمک پایه صندلی اونم ناهارخوری بلند شدم. از روبروی الوند و از کنار پانیز که واقعا عین یه پلنگ درنده نگاهمون میکرد در حال رد شدن بودم که لحظه آخر پانیز دستمو که بیرمق کنار تنم رها شده بود گرفت و سخت فشار داد. ناخوناش توی پوستم فرو رفتند و دم نزدم. وقتی نفسم رفت که گفت دیگه خیلی سکوت کردم و خودمو زدم به اون راه. بچه دهاتی، حواست به خودت باشه که من راستی هم بلدم پلنگ بشم. با همه حال بعدم و دلدردی که شدیدتر شده بود نگاه حقیرانه‌ای بهش انداختم. گفتم فیل هم بشی برای من اون مگس دوره شیرینی. منظورم از شیرینی الون نبود. ناخونش رو تو شکمم فرو برد و گفت میخواستم بهت دکتر معرفی کنم برای سقط بچه ولی الان پشیمون شدم. چه کاریه؟ خب خودمم میتونم. دیگه زبون حرف زدن نداشتم. کنار کشیدم. به اتاق رفتم و کمی دراز کشیدم تا دردم بخوابه. اشک ریختم و اون حس معمولی از پانیز بدم میاد تبدیل شده بود به از پانیز حالم به هم میخوره. غیبتم که طولانی شد محمد اومد و منو که روی تخت دید دلواپس‌تر از پیش شد و به تندی اومد کنارم لبه تخت نشست و به صورتم توی تاریکی اتاق زل زد. گفت ماهی گریه کردی؟ جوابم بغض بود و نگاه گرفتن. دست روی اشکام کشید. گفت عزیز دلم برای چی؟ خب به خاطر حرفای اون خانوم؟ سکوتم و پای تایید و رضایت گذاشت. گفت به درک بابا، هر حرفیو که یکی میزنه ما نباید گوش کنیم که. نگاش کردم. خم شد و چشمام رو با محبت بوسید و موهامو نوازش کرد. گفت قصه نخور دیگه، قصه‌ام میگیره به جون همین فندقه. با صدایی که از گریه نازک شده بود زمزمه کردم. گفتم به فندقمون گفت باید بندازیش. میگه الان نباید پیپی بچه پاک کنی.